سلام منو از کنج کوچولوی اتاق من دارین، جایی که نقاشی ریزمیز قراره بکشم و شاید یه سری تکنیک های نقاشی اگر دوست داشتید بهتون یاد بدم و یه سری ویدیو راجع به رنگ روغن بذارم و شاید راجع به کار با تکسچر هم براتون ویدیو بذارم که چجوری بزنید، چجوری بهتره، چه حالت داشته باشه با مزه تر میشه یا هر چیز دیگه ای از این باب. و امروز قرار با هم دیگه یه نقاشی خیلی فنقل خیلی بامزه بکشیم. من یه طرح خیلی کلی که تو ذهنم بوده رو اینجوری اینجا پیاده کردم و خب از اونجایی که من خیلی طرح بچه‌ها نمیکشم روی کارم، بیشتر از اینکه طرحو بکشم سعی می‌کنم با رنگ درش بیارم، یعنی مثلا براش خیلی ایده و اینا نمیپردازم، مثلا با رنگ سعی می‌کنم درش بیارم. اصولاً اون چیزی که تو ذهنت میخوای خیلی خیلی دقیق شبیهش نمیشه، ولی خب من سعی میکنم که تو جایی که میشه اون چیزی که میخوامو در بیارم. من نمیدونم چرا ولی طراحی نمیکنم اصولا، با رنگ خیلی راحتم و خیلی راحتم در میارم و بامزه میشه. و حالا شما هم میبینید، شاید شما هم با این کار من موافق بوده باشید. اینم موضوع جدید اتاقم، خیلی دوستش دارم و به مامانم گفتم که یه دونه گنده ترش هم برام درست کنه و واقعا امیدوارم که درست کنه. اینقدر که دیگه وسیله و خرت و پرت دارم تو اتاقم میذارم، جای خودم نیست. جای خواهرم هم نیست، خواهرم از اتاق میاد، واقعا جامون نیست دیگه تو اتاق. اینقدر که دارم از این چیزا میگم ولی خیلی بامزه. من نمیدونم چیکار کنم، اینا رو با خودم میخوام ببرم هر جای دنیا که رفتم. اینقدر که من عروسک پرسک من به خودم چشش کرد، اینقدر که من عروسک پرسک دارم نمیدونم چیکارشون بکنم. خلاصه که بیایم با هم دیگه نقاشی بامزه بکشیم روی بومای کوچولو و این فعلا اولین چیزیه که میخوام به اشتراک بذارم. قبل از اینم خیلی رو بومای کوچیک کار کردم چون خیلی دوست دارم من کارهای کوچیکو و دستم هم خیلی راحت تره توی کوچیک کار کردن، چون که من سریع دوست دارم که کارمو به نتیجه برسونم و به رنگ کردن برسونم. یعنی اینقدر که وقت میذارم برای درست کردن رنگ، درست گذاشتن رنگ، در آوردن رد قلم و فلان و بیسار و اینا، هیچ اپسیلون از این انرژی و وقت رو روی طراحی من نمیذارم. یعنی من واقعا همینجوری یه چیز سریع میکشم و بعدش میرم سر اصل مطلب. خیلی هم کار درستی نیست، ولی یه فکتی راجع به نقاشی بهتون بگم. شما حتما لازم نیست که طراح خوبی باشید تا بتونید نقاش باشید. خب میتونید واقعا نقاش باشید و نقاشی زیادی بکشید. نمیدونم از این سبک اینجور رنگ میریزن، چی بهشون میگفتن، خدا چرا هیچ اسمی یادم نمیاد. یه سبکی داشت، سبکای مثل فویس، اگه اشتباه اسمشو نگم، اسپرسیونیسم، انتزاعی و حالا اینجور چیزا. میتونید از اونها استفاده کنید، خیلی نیاز به طراحی دقیق نداره. میتونید حتی روی نقاشی ها مثلا شروع کنید بکشید، ولی لازمه این که بتونید ذهن خودتون رو توی اون کارتون پیاده کنید، بتونید تمیزترین ورژن اون چیزی که میخواید ارائه کنید، اینه که واقعا طراحی بلد باشید. خیلی هم اولش نیاز نیست که حالا طراحتون قوی باشه، میتونید کپی کنید، میتونید از این ور بردارید، ولی تمرین مداوم داشته باشید. مثلا روزی 14 تا طرح بزنید، 14 تا فیگور بکشید، 14 تا مثلا 10 تا، حالا روزی هم زیاده ولی ما این کار میکردیم، حالا شما کمتر بکنید. بعد من حتی یادمه که از خط کشیدن ساده ما شروع می‌کردیم، یعنی یه کاغذ برمی داشتیم، شروع کردیم خط کشیدن و خطای صاف در بیاریم، یه دست در بیاریم، یا حتی ارزش خطی بتونیم درست در بیاریم. ارزش خطیه که کجاها خط باریک بشه، کجاها خط کلوف بشه و اینا همشون خیلی مهم بود توی طراحی. ولی با عنوان این که آدم‌ها خیلی وقتا دوست دارن که زودتر به این نتیجه برسن، به چی میگن، به رنگی برسن، به یه طرحی برسن تا اینکه بشینن تمام وقتشون رو برای طراحی بذارن، این بومای کوچیک خیلی بهتون کمک میکنه. یه بوم کوچیک برمی‌دارید، چیزی که تو ذهنتون رو سعی میکنید با رنگ درش بیارید و اتفاقا اینم خیلی باز براتون خوبه ها. یعنی حتی اگر همینم ادامه بدید و تمرین کنید، میتونید واقعا توش اوکی بشید، اصلا نیاز به طراحی نیست. ولی میگم
شاید شما نقاش خوبی بشید، ولی اگر طراح خوبی نباشید نمیتونید کلا خیلی مانور بدید روی نقاشی. وقتی مثلا نقاشی ساده و آماتور میتونید در واقع در بیارید و خیلی از طرحاتون قرار کپی باشه. اگر با این موضوع مشکل ندارید و برای خودتون میخواید نقاشی بکشید، خب اشکالی نداره که سراغ طراحی نرید، ولی طراحی یاد گرفتن خودش خیلی حس خوبی بهتون میده و کلا طراحی یه شاخه از هنره دیگه خودش. یعنی شما میتونید طراح خیلی خوبی بشید، میتونید کاراکتر بکشید، میتونید مثلا چهره بکشید، فیگور آدم‌ها رو بکشید. این خودش خیلی لذت بخشه و به نظرم جالبه که اگه دوست داشتید به این کارها هم فکر کنید و کلاس طراحیتون رو ثبت نام کنید. و همین فعلا بریم با هم دیگه این نقاشی کوچولومون رو بکشیم. خب من شروع کردم به کار کردن و اون لایه اول یا دست اولی که بعد رنگ بخوره کل اون نقاشیو میزنیم یا پایه‌شو میزنیم، نشون میدیم که کجا باید چه رنگی باشه، چه جوری باشه. بعد وقتی که اون مثلا سفید و من میذارم روی اون فانوس، خب وقتی خوش بشه تو دوباره روش سفید بزنی، سفیدی بعدی که روش میزنی خب خیلی جلوش بیشتر میشه دیگه. نکته بعدی، اگر که رنگاتون رو از شب قبل یا از روز قبل آماده کردین، ترکیب کردین اینا، اگر که کمی خوش شدن یا مثلا یه جوریه که میشه هنوز ازش استفاده کرد، بهش روغن برزک بزنین. اگه نه، رنگ رو از رو پالیستون بکنین بندازین دور، چون اگر که بهش روغن برزک بزنین یه رنگ خیلی شل خیلی بدی بهتون میده و وقتی دارین با قلم میزنینش روی بوم، اون رنگ‌های زیری رو هم برمی‌داره. بچه اگه روغن برزک یا درایر یا همون خوش کننده رنگو ندارید هم اشکال نداره، شما میتونید با همون رنگ ساده شروع کنید به کار کردن، اونقدر نیازتون نمیشه. ولی 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 حتما باید تینر داشته باشید. خب اگه به نحوه قلم گذاشتن من نگاه کنیم، می‌بینیم که اصلا مثل دفعه اول نیست که بخوام رنگا توی هم دیگه محو بشن. میخوام یه لکه‌هایی ازشون باقی بمونه. برای همینه که دارم از نوک قلم استفاده میکنم، رنگا رو میذارم و یه کوچولو با نوک قلم بدون هیچ فشار دستی سعی میکنم که توی هم دیگه محوشون کنم. این جای نقاشی واقعا میتونید از خلاقیت خودتون استفاده کنید و جوری که دوست دارین لکه بذارید، محو کنید یا هر جوری که دوست دارید نقاشیتون رو به اون سبک ببرید. همونطور که گفتم میتونید از نقاشی‌های دیگه استفاده کنید، میتونید یک کمی هم کپی توی کارتون داشته باشین، هیچ ایرادی نداره. من خودم توی این طراحی این نقاشی کپی داشتم، از پینترست داشتم چیز میگرفتم، الهام میگرفتم، چون این طرح‌های کوچیک برای دستگرمی و برای خلاقیت و برای اینه که خودمون بتونیم حداقل یه ذره‌ای از هنر رو توی زندگیمون نگه داریم، هیچ اشکالی نداره، چون ما قرار نیست از اینا پول در بیاریم یا بفروشیمشون. خب پس سر این موضوع که کپی باشه فلان، زیاد به خودتون سخت نگیرید اگر که تازه کار هستید. خب همونجوری هم که دارید می‌بینید، بعد همینطوری به کارم ادامه میدم، ابرامو جایگذاری میکنم، تیرگی روشنیامو میذارم و به صورت لکه‌ای میذارم و خیلی هم سری حالا اینم گذاشتم رو دور تون، ولی کلا هم سری دارم کارو انجام میدم. اینم یادمون باشه جوری که داریم سایه روشنی و لکه گذاری توی آسمون انجام میدیم باید متفاوت باشه با جوری که توی دریا و آب داریم انجامش میدیم. لکه گذاری‌ها و اینای آب باید یه جوری باشه که سافت و نرم و اینجوری باشه، ولی توی آسمون میتونه یکم خشن‌تر باشه، میتونه یکم تیرگیاش بیشتر باشه، روشنیاش، ابراش، ایناش متفاوت باشه. حالا یه سری مواقع هست که دقیقاً برعکس این موضوع رو باید اجرا کنید. زمانی که دریا چیه؟ خروشانه و چون باد و اینا میاد اصولاً آسمون صافه، ولی دریا چون باد بهش میخوره یکم موج داره و از حالت صافت و نرم و لطیف بودنش در میاد. پس اون زمانا باید بدونیم که اون حالت سایه های یه دست و نرم و شید شده و محو شده تو هم دیگر توی دریا نخواهیم داشت و دقیقاً برعکس این که الان براتون گفتم که باید مثلا محوتر و نازنازی‌تر باشه، باید اتفاقا خیلی لکه‌های پررنگ و بولدی داشته باشه، باید یه جایش خیلی سفید باشه که مثلا یعنی موج داره شکل میگیره و یه جاهایش خیلی تیره باشه. پس اینا رو باید قبلش بهش دقت کنید که میخواید دریایی که دارید میکشید خروشان باشه یا دریایی که دارید میکشید دریای آرومی باشه. اگه توجه کرده باشین تا اینجای کار که من داشتم تمام اینا رو رنگ می‌زدم، هیچ جایی از مشکی مطلق استفاده نکردم و
اصلا زیاد استفاده نکردم. اگه دقت کنید اصلا پالتم جایش هیچ نقطه مشکی هم نداره بچه‌ها. سایه مشکی نیست، سیاه نیست. ور نداریم یه رنگ سیاه خیلی 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 خامو بزنیم توی نقاشیمون. کارمون رو خیلی بی جلوه میکنه و اصلا هیچ سایه‌ای نیست که واقعا توی طبیعت هم اگه نگاه کنید مشکی باشه. خیلی از هنرمندا هستن که خاطر سبک کاری که دارن و همه چیز رنگ‌هایی که استفاده میکنن بولده و یه جورایی به قول خارجی‌ها اگزاجره شده است، از مشکی خیلی استفاده میکنن. ولی فکر نکنین که از مشکی خالی و خام استفاده میکنن. اونا هم حتما ترکیب رنگ دارن و حتما نسبت به اون که میخوان چه عمقی رو نشون بدن، چه جوری باشه، سایه باشه، اصلا نور از چه جهتی بتابه و اینا استفاده میکنن. پس سعی کنید تا جایی که میتونین ور ندارین یه دونه رنگ خیلی مشکی خام بزنید توی نقاشیاتون به عنوان سایه. از رنگ‌های توسی هم پیشنهاد نمی‌کنم استفاده کنین مگر اینکه کارتون کلا سیاه‌سفید باشه. حالا شاید براتون سوال بشه که من چجوری دستم از اون زاویه آوردم و این شکلی دارم نقاشی میکشم. دستمو تکیه دادم به تختم و این باعث میشه که یکم لرزش دستم کنترل کنه و بتونم قدم‌ها رو راحت بذارم و از بالاتر بگیرمش. خلاصه که سعی کنید برای سایه ها و سایه زدن کلا یه شید درست کنید. روشن‌ترین مثلا آبی تا تیره ترین آبی، روشن‌ترین قرمز تا روشن‌ترین تا تیره ترین قرمز. اگر ترکیب رنگ ها و اون دایره رنگ ها که توی مبانی نقاشی و مبانی رنگ و اینا هست رو بلد باشید، میتونید که چه رنگای روبروی همدیگه قرار میگیرن، چه رنگای متضاد همدیگن، چه رنگای مکمل همدیگن، چه رنگای هم کامل میکنن، چه رنگای با همدیگه ترکیب بشن، چه ترکیبایی به وجود میارن. پس اگر که بخوایم فانوس اون تیکای قرمزش رو من تیره کنم، یه ذره از آبی تیره تو قرمزمون ترکیب میکنیم و اون حالت خامی قرمزی و تیرگی که میخوایم و بهمون میده. شاید یکم به بنفشی بره. اگه میخواین اون بنفشی رو بگیرین حتما خیلی 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 ریز و در حد این که فقط یک کمی مشک رو از کنارش رد کرده باشین مشکی استفاده کنین. الان که دارم روی این ویدیو وایس میذارم واقعا احساس بابراس بودن دارم. همون نمیدونم حس عجیبی که یه ذره نکات ریزی میگه و یا آهنگی هست و همه چیزو داره نشون میده و یه نقاشی رو به سرانجام میرسونه و امیدوارم به شما همچین حس خوبی داده باشه تا اینجای کار. و یک کوچولوی دیگه اگر با من همراه بمونید این کار هم تموم میشه. شما هم نتیجه نقاشی خودتون رو با من به اشتراک بذارید. اگر که کشیدید خیلی خوشحال میشم. اگر هم نکشید و این ویدیو رو دیدید امیدوارم که واقعا لذت برده باشید و احساس آرامش بهتون دست داده باشه. نکته دیگه که بچه‌ها خیلی به نظرم لازم بدونید اینه که هیچ وقت این حاشیه ها و این بغلای بومو خالی نذارید. رنگ زمینتون یا هر رنگی که دارید استفاده میکنید و اون ورا هم بزنید و از این حالت سفیدی درش بیارید، چون اونجوری خیلی یه دسته روی نواختر میشه و از این حالت که انگار نمیدونم یه جوریه در میاد، حس بهتری بهتون دست میده. من حس میکنم تا جایی که میشد نکاتی که باید رو بهتون گفتم، ولی اگر نکته‌ای از قلم انداختم سعی میکنم توی ویدیوهای بعدی این سبکی که گذاشتم حتما باهاتون به اشتراک بذارم. اگه چیزی خواستین که من براتون توضیح بدم یا جایی نیاز داشتین توضیح بیشتری داده بشه یا حتی یه روند دیگه توضیح بشه یا از اولترین و بیسیک ترین حالت ها بهتون بگم، حتما به هم بگید. من این کارم انجام میدم و براتون ویدیوشو میذارم. از اینجا به بعد ویدیو هم همون روند طبیعی و ترکیب رنگ کردن و سایه روشن گذاشتن و کارهای دیگه توی زمینه های دیگه شه و احتمالاً از این حالت آبی دیگه در بیاد. یه چیزی که خوبه یاد بگیرید بچه، هیچ وقت ناامید نشید. وسط کارتون رو ول نکنید. حتی اگه مثلا خیلی گفتن که نه با این چیه کشیدی یا فلانه یا خورد به ذوقتون یا خورد تو ذوقتون منظورمه یا خورد تو ذوقتون یا هر چیزی، ادامه بدین. حتی شده تو زشترین حالت ممکن اون نقاشی رو به اتمام برسونید، برید سراغ نقاشی دیگه و قصه‌شو نخورید و نذارید اینجوری بشه که مثلا ولش کن من دیگه دست به نقاشی نمیزنم و ولش کن و مثلا استعدادشو ندارم از این حرفا. من یه سفارش خیلی بزرگ فیگور داشتم که واقعا فکرش نمی‌کردم بتونم از پسش بر بیام یا حتی خوب بشه، ولی برای چاله و اینکه خودم هم کلا دوست داشتم خیلی فیگور بکشم و اینا،
قبولش کردم و انجامش دادم و واقعا بچه از نتیجهش راضی بودم. خیلی قشنگ شد به خاطر اینکه خیلی براش تلاش کردم، به خاطر اینکه خیلی روش زمان گذاشتم و ناامید نشدم و تا لحظه آخر، تا آخرین لایه هایی که داشتم می‌زدم همش پیش خودم فکر می‌کردم که اشکالی نداره، حتی اگه خرابم شد بهش میگه که خراب کردی و هیچ اشکالی نداره، فقط تو داری این کار انجام میدی که به خودت ثابت کنی که میتونی. دیگه اینجاها ترکیب رنگای سبزمو شروع کردم به ساختن برای اون تیکه هایی از نقاشی که یکم چمن و تپه و اینا داره و فانوس روی اون قرار داره که خیلی هم خوشم میاد از اون تیکه هاش واقعا. و این تیکه رنگاتی کردن و ترکیب کردن هم واقعا خودش بچه یکی از لذت بخشترین کارهایی که میتونین انجام بدین. خب رنگا هنوز خیسن، نور میدن و من دستام پر رنگ شده و اینجا دیگه رفتم استراحت کردم، گذاشتمش کنار اینو، رفتم دستامو شستم و کارامو کردم و دوباره برگشتم به ادامه انجام کارم. من یه جاهایی برای اینکه رنگ خیلی بیشتر مشخص و حجم بده به کار، با کاردک رنگو میذارم و هم حجم میده، هم خیلی قشنگتر میشه، هم چون که قلمو کلا یه ذره بچه‌ها نرمه، رنگا رو توی همدیگه به هر حال قاطی میکنه، مخصوصا رنگ روغن. کاردک استفاده کنی خیلی کمتر رنگا تو همدیگه قاطی میشن و اون تیکایی که میخواین خیلی دیگه به چشم بیان واقعا به چشم میان و خیلی هم قشنگ میشه به نظرم. حتی کار با کاردک هم خودش یه سبکه، حالا نمیدونم میدونید یا نه، ولی میتونید یه نقاشی کامل با کاردک بکشید. من اینجا دیگه کار رو ول کردم و صبح بهش ادامه دادم و این ویدیویی که الان دارید میبینید مال صبح روز بعدشه که من دیگه شروع کردم به رنگای خیلی خیلی دقیق تر زدن، جزئیات کار کردن و اون فانوس و اون خونه و چیزای دیگه که میخواستم اضافه کنم و اضافه کردن. اون دستی که الان میاد تو کادرم که دارید میبینید دست خواهرمه که داره سعی میکنه خوکی رو روشن کنه ولی خب خوکی تو شارژه. بچه‌ها برای داشتن خلاقیت توی نقاشیاتون شناخت انواع ابزارها، رنگها، کارواهاشون و همه اینا خیلی خیلی مهمه. دونستن مبانی رنگها مهمه و هر جزئیاتی که فکر میکنید شاید به دردتون نخوره مطمئن باشید که به دردتون میخوره. اینا همشون مهمه. مثلا اینکه برای رنگ و روغن با کاردک کار کردن بهتره یا با قلمو رنگ زدن بهتره، نمیدونم تکنیکای دیگه‌ای که بلدن کدوم تکنیک رو عملی کردن بهتره. اینا همشون خوبه که دونسته باشیدشون و ازشون استفاده کنید توی حالا هر نقاشی که دارید میکشید به هر سبکی که دوست دارید. واقعیتا ترکیب رنگ کار زمانبریه، ولی اگه نتونیم درست ترکیب کنیم و شید خوبی ازشون به دست بیاریم، اون تیرگی، روشنی و اون برجستگی و اون چیزی که میخوایم به بیننده القا کنیم بهشون القا نمیشه. اون حسو شاید نتونیم به درستی بهشون بدیم. توی رنگ روغن بچه‌ها یه لایه رنگ زدن واقعا جوابگو نیست. باید قشنگ مثلا صبر کنید، اشکال نداره زمان ببره یا خوش نشده یا باید صبر کنید بیشتر براش وقت بذارید، هیچ اشکالی نداره وقت بذارید و لایه بعدی هم باز بذارید روی نقاشیتون، چون یه لایه واقعا جواب نمیده. یه جوره چی میگن، خیلی بی حجمیه، بی بافتیه. همونطور هم که تو تصویر دارید میبینید من سطحایی که برجسته ترن و در واقع روح هستن روشن‌تر کار میکنم و اون کناره ها و اون جایی که میخوام نشون بدم که پایین تره رو تیره تر میکنم و بازم از مشکی استفاده نکردم. بچه‌ها نگاه کنید اینا همشون سبز تیره و روشن و ایناست.
برای تپه‌ها خیلی قشنگ میشه اگه بتونید یه بافت خیلی جالبی توشون در بیارید، حالا با ضرب قلم و با کشیدن قلم‌های کوچیک روی سطحش و حالت چمن در آوردن، اینا همشون خیلی باعث میشه نازنازی‌تر بشه نقاشیتون. به نظرم که حتما خلاقیت خودتون رو توش پیاده کنید. دیگه اگه خدا بخواد این چمن‌ها و سبزی‌ها تمام بشه، من میرم سراغ فانوس. اگه خسته نباشید به شما، اگه خسته نباشید به من، واسه اینکه هیچ کس فکرشو نمیکنه واقعا همین یه ذره نقاشی هم انقدر بخواد وقت زمان آدمو بگیره و این همه بخواد حوصله به خرج بده. حوصله به خرج بدیم. من یعنی واقعا اومدم وایس گذاشتم روی این ویدیو که بتونم بهتر باهاتون صحبت کنم، ولی حتی اینجوری هم نمیتونم درست صحبت کنم و من شرمندم. خب دیگه رسیدیم به قسمت قشنگ ماجرا. یه قلموی ریز برداریم و شروع کنیم به گذاشتن این قرمزای بامزه روی فانوس‌های دریایی. من اول حد و حدودش و مرزاشو مشخص میکنم، جایی که میخوام بذارم و مشخص میکنم، بعداً بهشون حجم میدم، سایه میدم و درست سنگا رو برشون میذارم و کارم رو دیگه ادامه میدم. اگه میخواید که نقاشیتون حس آرامش بیشتری داشته باشه، بچه‌ها سعی کنید از رنگایی مثلا قرمز، زرد و اینجور چیزا خیلی کمتر توش استفاده کنید. مثل من ور ندارید یه فانوسی بکشید که از این راههای قرمز داشته باشه. یه فانوس ساده سفید قدیمی که شاید حتی خیلی سالم هم نیست، خیلی میتونه نقاشیتون رو بامزه تر و وینتیج تر بکنه و اشکالی نداره حتی اگه ترکی دارید میکشید حتی فانوس هم نباشه. این نکته ها بازم توی جاهای دیگه به دردتون میخوره. بچه همینطور که شما هم دارید ببینید، همون یه ذره قرمزی کلی جلوه به کار داده و یکم شادترش کرده و از حالت خنثی درش آورده و من خیلی اینو دوست دارم. دیگه چیزی نمونه تا اتمام این کار کوچولو ولی پردردسرمون. اینجای کار دقیقا همون جای کاریه که آدم دیگه خسته میشه و پیش خودش میگه وای چرا تو تموم نمیشی لعنتی، فقط تموم شو دیگه، نمیتونم واقعا هر روز فقط پاشم و این نقاشی رو ببینم. ولی خب همزمانم دقیقا همون نقطه از نقاشیه که اگه بهش بها بدین و به جزئیاتش برسید، قرار خیلی کارتون رو از چیزی که هست، از چیزی که میتونه باشه قشنگ‌تر کنه. اولش خواستم بچه اون کلبه هرم سفید کنم، ولی بعد دیدم که اون حالت چوبی بودن و کلبه‌ای بودنش خیلی بامزه میشه. حالا نمیدونم نظر شما چیه؟ به نظرتون بامزه شد این کلبه رو چوبی و قهوه‌ای رنگ کردمش؟ واقعا یکی از لذت بخش ترین کارا برای من استفاده از این قلم‌های خیلی 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 ریزه، چون واقعا خیلی خوشم میاد بچه‌ها ریز و پر جزئیات کار کنم. درسته خیلی زمان بره ولی واقعا خیلی به نظرم قشنگه. من عاشق این تصویرسازی شلوغ و پررنگ و پر از جزئیاتم که هر جاشه که نگاه کنید یه داستانی برای خودش داره. حالا نقاشی من خیلی اون شکلی نیست. من یه نقاشی دیگه قبلا داشتم که یه کافه بود و یه کافه بار بود در واقع و اون خیلی جزئیات داشت و خیلی دوستش داشتم و به یک کافه توی اصفهان هدیه دادمش. بچه یه جایی واقعا نه قلمو نه کاردک نه هیچی نمیتونه مثل انگشتی که من الان استفاده کردم تاثیر بسزایی بذاره. واقعا خیلی کار جالبیه، امتحان کنید. اصلا از هر چیزی که دم دستتونه برای اینکه نقاشیتون رو قشنگ‌تر کنید استفاده کنید. و دیگه تادا